سلام علیکم، حالتون چطوره؟ بریم برای ادامه آموزشمون که قراره کلی نکته خفن و ریز جزئیاتی بهتون یاد بدم. تو ویدیوی اولمون بهتون توضیح دادم که حالا این سایز بزرگا به چه دردی میخوره، مقوا، پرینت، اینجور چیزاشو از کجا بگیرید. تو ویدیوی قبلی یادتون دادم چجوری سایه زمینه بزنید، چجوری سایه هاتون رو خوب در بیارید، حجماتون رو تمیز در بیارید، چطور مثلا توی جهت حرکت کنید. امروز میخوام بهتون ریزه‌کاری و اجرای جزئیات رو یاد بدم. ببینید شما وقتی میخواید روی یه نقاشی جزئیات رو اجرا کنید، اکثرا اینجوریه که میان از قلمو استفاده میکنن. مثلا حالا سایز بزرگا که هر قلمویی هم که برش بذاری کوچیکه، ولی تو همین سایز بزرگا هم شما اون کنترلی که روی مداد و پاکن دارید روی قلمو ندارید. به خاطر همین ما، یعنی خود من و هنرجوهای من، 99% مواقع میایم جزئیات و ریزه‌کاری‌های نهایی رو با مداد و پاکن انجام میدیم، با همین کنته و پاکن فرچه‌ایمون. این باعث میشه که اون سطح کارتون پخته تر بشه. پخته یعنی چی؟ یعنی قشنگ حجم کار در میاد، یعنی قشنگ طبیعی میشه. یعنی مثلا اگه یه جا مثلا پف مثلا بالای چش داره، خیلی دقیق دیده میشه. برای اینکه این اتفاق بیفته یه سری نکات رو شما باید رعایت کنید که من قراره دونه دونه اینا رو امروز بهتون یاد بدم. با توجه به جایی که میخواید سایه هاشو دقیق کنید، یه مداد برمیدارید. اگه خیلی پررنگه، کنته های پررنگ، اگه متوسط، کنته های کم رنگ، و اگه خیلی روشنه، از مدادهای گرافیتی یا لموگراف های بدن مشکی استفاده میکنید. با توجه به رنگ اون قسمت مدادتون رو بردارید و تو جهت تیره به روشن هایی که بهتون توضیح دادم سایه ها رو دقیق کنید. یعنی حتی اگه یه نقطه توی یه مثلا قسمت از همه تیره تره، شما انجامش بدید. اگه اندازه یه سایه بزرگتره، شما انجام. خب دیدید که من با استفاده از کنته سایه ها رو زدم. چند تا نکته بهتون یاد بدم. ببینید وقتی میخواید با کنته سایه بزنید ممکنه چند تا اشتباه انجام بدید. اول اینکه اینو بیاید فشار بدید. ببینید وقتی اینو فشار میدید، اتفاقی که میفته این خط خطی میشه، برای شما سایه نمیزنه. باید خیلی آروم، حالت پودری و خیلی دورانی، بدون اینکه بخواید خطی تو کارتون بندازید، اون فرم رو در بیارید. مثلا این قسمت چشمشو ببینید رو به پایین بود، من یه چند تا خط رو به پایین مثلا کشیدم که همزمان یه مقدار فرم بافتار رو درارم. یا اینجا مثلا تیره تره، اینجا رو یه ذره تیره تر میکنم، یا مثلا این نقطه یه ذره نسبت به اطراف تیره تر انجامش میدم. آیا فقط این نقطه رو تیره کنم؟ نه، شما از اینجا شروع میکنید حالت دورانی. ببین اینجوری من شروع میکنم سایه ها رو میزنم، کم کم میرم به سمت بالا. چند تا راه برای از بین بردن این رد وجود داره. اگه اون قسمتی که دارید کار میکنید تیره است، با استفاده از قلم این کار رو انجام میدید که تیرگی بمونه. اگه نه، یه جای روشن رو شما سایه زدید و نمیخواید خیلی تغییر رنگ بده یا مثلا خیلی تیره بشه، با استفاده از دستمال کاغذی اون رد مداد رو از بین میبرید. خیلی احتیاط کنید، به هیچ عنوان مداد رو فشار ندید، توی جهت حرکت کنید. مثلا این اینجوری اومده رو به اینور، رو به بالا رفته، اینجوری اومده، یا مثلا از اینجا رو به بالا، از اینجا رو به پایین. طبق اون فرم هایی که تو قسمت قبلی یادتون دادم، کار با مدادتون رو انجام بدید و دستمال کاغذی یا قلم روش بکشید. یه وقتایی هم اگه به ویدیو دقت کنید از پاکن استفاده میکنم. خب ما همیشه که نیاز به تیره کردن نداریم، یه جاهایی مثلا مثل این وسط روشن باید بشه، یا یه جایی اصلا کارمون لک میشه نیاز داریم روشن‌ترش کنیم. خب اینجور مواقع از پاکن فرچه‌ای استفاده میکنیم. پاکن فرچه‌ای آچار فرانسه نقاشیه. شما با توجه به رنگی که میخواید در بیارید از پاکن فرچه‌ای تو تعداد دفعات مختلف استفاده میکنید. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای اینجا رو خیلی سفید کنی، اول که سایه زمینش رو برای روشن زده باشی. دوم اینکه نمیای با فشار دست اینو سفیدش کنی. فشار دست باعث میشه رد پاکن بمونه و کارت لک بشه. چیکار میکنی؟ چند بار پاکن میکشی. یعنی یه بار با فشار دست کم میکشی، با دستمال کاغذی ردش رو از بین میبری، تموم که شد نگاه میکنی اوکی یا نه. اگه نبود دوباره، یه بار دیگه انجام میدی، اگر نشد دوباره، و اینقدر این کار رو تکرار میکنی که به اون رنگی که میخوای، به اون فرمی که میخوای، به اون حجمی که میخوای برسی. همونطور که گفتم وقتی یه جایی رو نمیخوای تیره تر بشه، از دستمال کاغذی استفاده میکنید. پاکن فرچه‌ای هم همینه، رد پاکن رو بعد اینجوری دستمال بکشید که از بین بره. اگه مثلا یه جایی رو
کار کردید مثلا حالا میتونه یه مقدار تیره ترم بشه، باز میتونید جد پاکن رو از قلمو استفاده کنید در بین ببرید. یعنی باید ذهنتون فعال باشه با توجه به کاری که انجام دادید، با توجه به نتیجه‌ای که میخواید به دست بیارید، از ابزارتون استفاده کنید. دقت کنید نکته هایی که گفتم رو اینجا دارم انجام میدم. با دستمال کاغذی ردها رو محو میکنم بر جاهای روشن، جاهایی که میخوام تیره بشه مثل این قسمت از قلموها استفاده میکنم. زیر چشم ببینید یه حالت محو داره که با قلمو در نیومده. الان درش آوردم، بالای پف بالای چشمش یه روشنایی داره که با پاکن انجامش دادم، تیرگی ها با قلمو، و انقدر تکرار میکنم که به اون نتیجه‌ای که میخوام برسم. اینجا اهمیت جهت رو دارید میبینید. ببینید من تو جهتی که خواستم مداد کشیدم و ردش هم با دستمال کاغذی از بین بردم. خیلی مهمه که روی جاهایی که نمیخواید تیره بشه قلمو نکشید. وقتی قلمو میکشید اون مدادی که کشیدید سر جاتون فیکس میشه و راحت خط خطی میشه، در صورتی که اگه دستمال بکشید، حتی اگه خط خطی هم کرده باشید، دستمال دیگه پودر رو برمیداره از روی سطحتون و خیلی کارتون بدون ریسک تر میشه. حتی اگه میترسید این کار رو انجام بدید، میتونید با تکرار و دستمال کاغذی تیرگی ها رو به دست بیارید. یعنی جاهایی که خیلی تیره هستن و چندین بار مداد و دستمال کاغذی بکشید که اون سطح حجیم و قشنگی که میخواید رو بهتون بده. اینجا هم دارم بینی رو کار میکنم. بینی اون وسطش روشنه، روشنایی ها رو میذارم. 2 تا خط اون لبه داره که باید محوش کنیم. ببینید دارم رو لبه ها کار میکنم که اون محوی رو بهش بدم. توی جهتایی که تو قسمت قبلی بهتون گفتم دوباره مداد کشیدم و نکته مهم اینه که ردهایی که میمونه، مرزهایی که میمونه رو حتما لبه هاشو محو کنید. الان من هنوز این کار انجام ندادم، ولی ببینید دقت کنید تو ادامه میام همه لبه هایی که تفاوت رنگ دارن، مثلا کنار پره های بینی رو لبه هاش قلمو، دستمال کاغذی و پاکن و اینا میکشم که به اون محویه و طبیعی بودنه برسیم. مرز توی نقاشی نباید وجود داشته باشه. اینجا هم دارم ریشا رو میکشم. بچه شما وقتی میخواید ریش بکشید، کاری که اول انجام میدید اینه که جایی که باید ریش اجرا بشه رو پیاده میکنید. یه وقتایی هست ما تهریش داریم مثل اینجا، یه وقتایی هست ریشای پرتری داریم. وقتی ریشا پرتره شما باید سایه بزنید اول و لبه های اون ریشا، مثلا خط ریشو با مداد چند تا خط بکشید. ولی یه جا مثل اینجا که ریشا یه مقدار دونه‌ای تر هستن، اول میام دونه دونه ریش ها رو با کنته مثلا سافت میکشم. حواسم هست یه سریا کم رنگن، یه سریا پر رنگن، یه سریا بلندن، یه سریا کوتاهن، یه سری شکل‌های مختلفی دارم و طبق چیزی که تو مدل می‌بینم دونه دونه ریشا رو میکشم. بعد از این که ریشا رو کشیدم، حالا شروع می‌کنم روشون قلمو میکشم. ببینید بچه‌ها، وقتی شما میایید مثلا ریشاتون رو با سایه و قلمو میزنید، اینجا میاد یه خط میافته، اما دقت کنید من اینجا خیلی ریش‌های محوی دارم، خیلی کمرنگی پررنگی ها دارم، خیلی مثلا سفیدی ها دارم. به خاطر همین اول مداد میکشم، بعد اون مدادهایی رو که کشیدم محو میکنم که هم زیرش یه سایه بخوره، هم اینجا خط ریش نیافته. خیلی از نقاشی شما مثلا میاد روی چیز انگار خط آنکارت میگن چی میگن، از اون خطا داره. نباید اینجوری باشه. ریشایی که دارید میکشید و باید با خطوط 2 سرنازک بکشید. خطوط 2 سرنازک چجوری هن؟ ببین با فشار دست کم شروع میکنم، فشار دستمو زیاد میکنم، رها میکنم. دوباره بعدی رو میام تو جهت برعکس میکشم، فشار دست کم، زیاد، رها. این به چه دردی میخوره؟ ببینید این رها شدن 100% سر نازک رو به شما میده، اما این ابتداش ممکنه همیشه نازک نشه. پس وقتی شما از 2 طرف این ریش ها رو بکشید، سر نازک رو تو 2 طرف دارید و یه چیز طبیعی دارید. یهو مثلا اینجوری خطا در نمیاد. قشنگ کم رنگ پر رنگ خطا رو میکشید، 2 سر نازک میکشید، محوشون میکنید و اینا میشن مرکز تیرگی برای ادامه سایه ها. مثلا ببینید سایه های اینجا رو من توی کار از اینجا به این سمت بردم، یا از اینجا به این سمت کشوندم، یا این طرف هم همینطور از اینجا به سمت بالا، از خط لبخند به سمت لپش که اون حالت برجستگی و اینایی که اینجاها داره رو نشون بده بهمون.
سایه ها رو اول با اسفنج میزنم که اون رنگی که میخوام رو بدم که سرعت رو به کارم بدم و بعدش میام با قلموی ماکو، با دستمال کاغذی، با قلموی حالا مثلا سایز کوچیک‌تر، هر چیزی که لازمم شد سایه ها رو در میارم. کار بچه‌ها بزرگه، 100% لک میشه. مثلا ببینید تو کار من خط تا افتاده، خط اون شکستگی مقوا. پس اصلا نگران اینجور چیزا نباشید. سایه هاتون رو سعی کنید درست بزنید، چون کاری که از اول با کیفیت در بیاد خیلی بهتر از کاریه که به زور درستش کنید. ولی اگه 1% هم توی کارتون لکی چیزی به وجود اومد، گفتم پاکن فرچه‌ای آچار فرانسه است، روش پاکن فرچه‌ای میکشید، دستمال کاغذی میکشید و انقدر این کار رو انجام میدید که کم رنگ بشه و هم رنگ اطرافش بشه. ببینید من الان دقیقاً دارم لکی که اینجا برام به وجود اومده رو از بین میبرم، هرچند توی این قسمت یه مقدار تیرگی هم داریم، پس تیرگی ها رو میذارم بمونه. اینجا هم که اون پفی که بهتون گفتم و دارم در میارم، بالای خط لبخندش یه سایه محو تیره داریم و بعد از اون سایه تیره به روشنایی میرسیم. قشنگ تو جهتی که گفتم، با مداد، با قلم و با اسفنج، با هر چیزی که راحتید، قانون نیستن اینا، با هر چیزی که راحتید اون حجمو در میارید. برای سایه های پیشونی شما اول باید مثل ریش موهایی که توی اون قسمت دارید رو بکشید که هم محو بشه، هم خط خیلی واضحی نداشته باشه، هم فرم پیشونیتون در بیاد. بعد با استفاده از اسفنج ها، و اینجا چون کارمون سایزش بزرگه، اسفنج سایز بزرگ، سایه ها رو از دو طرف پیشونی به سمت وسط میکشونم. جهت تیره به روشنش رو دقت کنید، از دو طرف به سمت وسطه. بعد از اینکه این سایه زمینه رو زدم، حالا میام یه سری تیرگی ها، یه سری حجمایی که روی پیشونیش هست رو با حالا اسفنج های کوچیک‌تر، قلموهای کوچیک‌تر در میارم و حجمش رو میزنم. حالا بیاد روی مدل حجما رو بهتون نشون بدم. خب توی پیشونی حالا البته اینجا مقدار عکس من روشن‌تره، اون سایه ها نیستن. چند تا حجم داریم. یکی از اینجا به این سمت، یکی این حالت خط اخ که از اینجا به این سمت میره، دوباره از اینجا به این سمت، از اینجا مثلا یه حالت اینجوری، ببین اخ کرده دیگه، این قسمت جمع شده. یه حالت اینجوری دارم که به سمت بالا میره، باید محو بشه. یه تیرگی توی این قسمت ها دارم که هم لبه این طرفش باید محو بشه، هم لبه این ورش. یعنی من اول خودم این تیرگی رو گذاشتم، بعد اومدم شروع کردم به محو کردن این لبه ها. اینجا هم همینطور میبینی این تیرگی رو داریم، لبه هاشو محو میکنیم. این قسمت ها هم که گفتم فکر میکنم جهتش اینجوریه برای اینکه این حالت و فرم اینجا در بیاد و انتهای این سایه میره تو سایه پیشونی و بعد این سایه رو به هم وصل کنید. مرز نباید داشته باشه. اینجا هم ببینید به این سمت میره. حالا توی این قسمت یه ذره این لبه روشن‌تره، ولی فرم اینجا همین اینجوریه که قبلا هم بهتون توضیح دادم. یه حالت دیگه ای هم که اینجا حجم داریم، ببینید این نیم دایره طوریه که اینجاست و از اینجا به سمت بالا و به سمت این سمت ها میاد و حالا اون قسمت پیشونیش رو هم شکل میده. اول سایه ها رو میزنیم، زیر کار رو آماده میکنیم، بعد یه سری خطوط به عنوان بافت پوست برای این قسمت میکشیم. بریم رو ویدیو. در حین اینکه دارید حالا سایه های پیشونی رو میزنید، میتونید کم کم ابروها رو هم کامل کنید. ابرو هم دقیقاً همون خطوط دو سرنازکی که بهتون گفتم هستش. خطوط رو میکشید، حواستون هست بالای ابروها خیلی محوه، اون قسمتی که اخ کرده تیر است و حتی انتهای ابرو هم خیلی محو، یه مقدار میشه گفت ظریف‌تر شده. حواستون به فرم باشه. از وسط ابرو به سمت اطراف برید، از وسط ابرو به سمت بالا برید، نه ها از بالا به سمت پایین بکشید. قشنگ اون حالت محوی لبه‌ای که داره رو در بیارید و اگه نشدم باز با پاکن فرچه‌ای روش کار کنید. قشنگ لبه‌هاشو محو کنید، خیلی مهمه. بعد از اینکه سایه ها رو زدیم، اینجا دارم چیکار میکنم؟ دارم اون لبه سایه هایی که کناره های شقیقش بود گفتم بهتون هست و باید محوش کنیم رو محو میکنم. سایه های وسط ابروها رو دقیق تر میکنم با مداد و پاکن و اینجور چیزا. این دارم روش مداد میکشم و اینجا دارم بافت پوستا رو میزنم. بچه شما وقتی میخواید بافت پوست بزنید، مخصوصا تو ابعاد بزرگ، مخصوصا وقتی که دارید رئال کار میکنید، نیازی نیست بیاید دونه دونه اینا رو بکشید، چون اصلا نداره همچین چیزی. یه سری خطوط محو و کم هستن. کاری که شما انجام میدید، ببینید مثلا توی این پیشونی یه سری خطای موازی و حالت افقی داریم. من این خطا رو میکشم، ولی مثلا میگم موازی به این معنی نیست که اینجوری حالت راه بکشید. یه خط ممکنه مثلا کوتاه باشه، یه خط ممکنه بلند باشه، یه خط یه ذره کشتره، ولی کلیتشون حالت موازیه رو.
یعنی اینکه شما اگه دارید اینجا خط میکشید، اینجا که رسید نمیتونید یهو قطعش کنید. خطا رو میکشید میرسه به اینجا، کم 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 رنگ میشه و در انتها محو میشه. حرکت یهویی و اتفاقی نداریم توی کار. نباید انقدر پررنگ بکشید یهو کم رنگش کنید، نباید خیلی کم رنگ باشه یهو پررنگش کنید. تمام این لبه ها رو چه تو بافت پوست چه تو سایه محو میکنید. مثلا من اگه اینجا دارم خط میکشم یا مثلا اینجا رو باف زدم اینجا رو باف زدم، این وسط نمیتونه بیکار باشه. چیکارش میکنم؟ میام روش قلم، میام روش پاکن فرچه‌ایمو میکشم، ولی حالا خیلی محو میکشم، شکل خاصی نمیزنم، فقط از اون حالت سایه بودنه درش میارم. وقتی ببینید شما پاکن میکشید یه ذره میشه گفت سطحتون خدشه‌دار میشه، یه سری خطای کم رنگی پررنگی توش در میاد که اگه اینجا باشه این وسط نباشه خب تو ذوق میزنه دیگه. پس یه حالت مفهم مثلا اینجوری هم اینجوری روش میکشم که این وسط هم محو بشه، یا مثلا اینجاها هم همینطور. مثلا اینجا رو شما میتونید گرد پاکن فرچه‌ای بکشید، اینجا رو همینطور، یا مثلا اینجا رو میتونید تو جهتش بکشید ولی خط نندازید. اینجا خطا مشخصن، اینجا مشخص نیست. برای اینکه مشخص نباشه روش دستمال کاغذیمون رو بیشتر میکشیم. بعد از اینکه اون فرمو در آوردیم دستمال میکشیم که محو بشه. برای لب و چونه طبق تیره به روشن‌هایی که داریم، مثلا از خط وسط لب به بالا، برای لب پایین از خط دور لب به سمت بالا و از خط وسط لب به سمت پایین، یا مثلا چونه از ریش‌ها به سمت زیر لب حرکت میکنم و حجم‌ها رو با اسفنج در میارم. بعد از اینکه با اسفنج حجم‌ها رو در آوردم، حالا میام مثلا با پاکن، قلمو، دستمال کاغذی، اسفنج، هر چیزی که لازم شد اون فرم ها و لک ها رو اصلاح میکنم، حجم نهایی کار رو در میارم و بعد شروع میکنم به کشیدن. برای کشیدن ریش ها چون قسمت پایینش خیلی تیره است، اول اومدم یه مقدار با اسفنج سایه زدم و بعدش با مداد و کنته و اینجور چیزا میام روشون رو دوباره شارژ میکنم. اون لبه های محوی که گفتم رو در میارم، کمرنگی پررنگی ها رو اجرا میکنم، محوی، شارپی، اینجور چیزایی که گفتم رو رعایت میکنم و دونه دونه کنار هم سوارشون میکنم. بعد از اینکه ریش های نهایی رو میکشید دیگه لازم نیست روز خیلی مثلا قلم و دستمال کاغذی اینو بکشید، چون از اون کنتراستش گرفته میشه و کار در نمیاد. اینجا هم که گوش ها رو داریم میکشیم، طبق فرم ها و تیره به روشن هایی که توی گوش میبینیم سایه ها رو میزنیم و اینو آماده میکنیم برای اینکه بک‌گراند رو بزنیم و بعد از بک‌گراند اون فرم نهایی گوش رو بهش بدیم، چون لبه های گوشش یه مقدار سفیده و باید با پاکن فرچه‌ای اون سفیدی ها رو در بیاریم. و طبق معمول همیشه میتونید روی گوش هم با مداد و پاکن و دستمال کاغذی و اینا کار کنید که اون چیزی که میخواید رو داشته باشید. آخر کارم حتما یک دوره دیگه روی بافت ها، روی کنتراست ها، روی تضاد ها، روی اندازه برای شما اولین کاری که میکنید سایه زمینه میزنید. بهتون گفتم اگه ریش هم مثلا خیلی مثل مو پر بود، اول سایه میزدیم بعد روش کار میکردیم. مو دیگه خیلی پره دیگه، پس باید اول تیرگی رو به دست بیاریم، بعد بیام با پاکن فرچه‌ای طبق کاری که تو ویدیو دارم انجام میدم فرم ها رو در بیاریم. ببینید رنگی که برای سایه زمینه میزنید خیلی مهمه. اینجا که موها تیره است، ولی مثلا اگه یکم روشن‌تر بود رنگ سایه هامون رو درست برمی‌زدیم. مثلا اینجا تیره تر، بالا روشن‌تر، ولی اینجا رو حالا تیره تر پایینش که حتما باید باشه، ولی بالا رو اگه حالا خیلی هم روشن در نیاوردید پاکن میتونه براتون در بیاره. سایه زمینه رو میزنید، اینجا رو ببینید حالتش اینجوریه، تیره به روشن اینجوریه، اینجا اومده رو به پایین یه مقدار محو شده، اینجا کمرنگ شده، اینم که جهتش اینجوریه. طبق جهت ها سایه های زمینه رو با پودر زغال و کنته، هم پودر زغال هم پودر کنته رو با هم ترکیب کنید که این تیرگی رو بهتون بده، ولی درصد پودر زغال بیشتر باشه. اگه پودر کنته‌تون بیشتر باشه پاکن نمیتونه پاکش کنه، چرب پاک نمیشه. پس پودر زغالتون رو بیشتر بریزید، یه ذره هم پودر کنته بریزید که تیرگی رو بهتون بده. بعد با استفاده از پاکن ها، حالا میتونه پاکن فرچه‌ای باشه، پاکن مونو زیرو، اتودی، خیلی فرقی نمیکنه، شروع میکنید به انداختن حجم ها و تیرگی ها. ببینید ما اینجا همونطور که از تیرگی شروع میکنیم، اینجا بعد از روشنایی شروع کنیم به سمت تیرگی بریم، چون میخوایم روشنایی ها رو در بیاریم. از اینجا یه سری خطوط به سمت پایین پرتاب میکنه، دقیقاً همون حرکتی که برای خطوط دو سرنازک با مداد کشیدیم اینجا داریم با پاکن میزنیم. ببین توی جهتی که هست اینجوری حالت پرتابی که این تهش ببین کمرنگ شده دیگه، سرش پررنگ بشه تهش کمرنگ بشه.
با توجه به این فرم ها میام شروع میکنم این جهت ها رو در میارم. مثلا اینجا یه مقدار باریک تره، اینجا اومده پهن‌تر شده، یه حالت مثلا 8 در آورده، اینجا یه دونه دیگه دارم، اینجا یه مقدار حالت موها صاف شده، اینجا یه ذره از اینجا اومده رو به اینور و بازم از همه مهمتر این لبه ها رو نذارید خط بمونه، خط مثلا مثل اینجا نندازید. ببینید خیلی کمرنگی پررنگی توش داره. با مداد و با کنفرچه اینجاها رو یه ذره شکل بدید، یه سری تار موهای تک برش بکشید و انقدر روش کار کنید که نتیجه‌ای که میخواید رو بگیرید، سریع تسلیم نشید. ببینید دارم تو جهت‌هایی که بهتون توضیح دادم اول پا کنفرچه میزنم، فرم ها رو در میارم، بعد از اینکه یه فرم کلی برش در آوردیم، شکل کلی مو رو در آوردیم، میتونید با یه پاکن دیگه یا مثلا با یه فشار دست بیشتر قسمت‌هایی که روشن‌تر و شارپ‌تر هستن رو دوباره در بیارید که کمرنگی پررنگی توی موهاتون هم باشه. اینجا هم که دارم لبه ها رو تنظیم میکنم، ببینید یه سری خطا رو اضافه میکنم، یه سری جاها رو با پاکن خالی میکنم، سایه هایی که هست رو با مو و حالا پیشونی یکی میکنم که خط باز نیفته. و در نهایت کار که تموم میشه، بک‌گراندتون رو حالا با همون اسفنج میزنید و برمیگردید کارتون رو چک میکنید. این چک نهایی باز از اون فوتاییه که انجام نمیدید. مثلا لبه هایی که روشن‌تره توی گوش ها یا مثلا تیرگی هایی که این لبه ها محو میشه به خاطر اینکه سایه زمینه رو میزنید، یا توی مثلا موهای یه سری تار مو اینا داریم، یا مثلا چون بک‌گراندمون تیره شده این داره مثلا کنتراستش رو کمتر نشون میده، بعضی جا رو نیاز داره یه مقدار شارژ کنی، حالا یا تیره تر کنی یا روشن تر کنی، هر کاری که لازم بود آخر سر انجام میدی. یه تقلب اگه بخوام بهتون برسونم، از کارتون عکس بگیرید، توی عکس خیلی راحت تر ایراداتون در میاد. سعی کنید ایرادا رو برطرف کنید و در نهایت به اون چیزی که میخواید ان شاءالله که میرسید و میتونید بهتر کنید. برای قسمت لباساش هم ببینید یه سری خطای تیره اینجا داریم، حالا میتونید با کنته با زغال فشرده هر جوری که راحت بودید این خطا رو بکشید، لابلاشو با پاکن سفید کنید. اینجا هم چیزی خاصی نداره، یه تیره به روشنه، اینجا یه مثلث تیره است، اینجا کلا تیره است، اینجا هم حالا چند تا خط محو کمرنگ، گردنش هم که این خط رو داره از اینجا به این سمت و دوباره رفته به سمت بالا، اینجا روشن شده. اینجا هم که نسبت به این یه مقدار روشن تره. سایه زمینه ها رو با اسفنج بزنید و با پاکن فرچه‌ای یه مقدار حالا فرم و حجم ها رو در بیارید. این بود آموزش بهرام افشاری. بچه‌ها من این تابلو رو شاید مثلا 100 ساعت زمان گذاشتم روش و مجبور شدم توی حدود 1 ساعت و نیم نکات مهمش رو به شما بگم که بتونید اجرا کنید. خب اینجا ما محدودیت تایم داریم، نمیتونم همه چیز رو بهتون بگم، اما تو آموزش های مجازیم مو به مو، نکته به نکته، همینطور که دارید میبینید من توضیح دادم، 0 تا 100 رو انجام دادم و در حین انجام توضیح دادم که بچه ها راحت بفهمن. اگر دوست داشتید منو حتما سابسکرایب کنید، قراره کلی آموزش رایگان دیگه براتون بذارم. اگر دوست داشتید میتونید تو آموزش‌های حضوری و مجازیم شرکت کنید و حتما توی کامنت ها برام بنویسید که آموزش بعدی چی باشه. خیلی دوستتون دارم، موفق باشید. برای دریافت مقوا، پرینت مدل و همچنین عکس مدل هم میتونید توی تلگرام بهم پیام بدید، تلگرام یا اینستاگرام. خدا نگهدار.